میدونستی اگه سر مار قطع بشه تا 1 ساعت میتونه نیشت بزنه و هنوز کشنده باشه و زرافه ها فقط نیم متر زبون دارن؟ اگه برات جالب بود بیا با هم بریم به عمق جنگل و دریا پیش یه سری از حیوانات تا 10 تا فکت ازش بهت بگم که مطمئنم با دونستنشون شاخ و برگی برات نمیمونه. آماده ای؟ برو بریم. اولیش این که قلب میگو توی سرونه. سمورای آبی هم تا دست پارتنرشون رو نگیرن شبا خوابشون نمیبره و کوسه ها هم از روی صدای ضربان قلب شکارشون اونا رو پیدا میکنن و شکارشون میکنن. زرافه هم فقط نیم متر طول زبونشونه و مارای سمی هم اگه سرشون قطع بشه هنوز تا 1 ساعت میتونن نیش بزنن و کشنده باشن. حس بویایی مورچه ها هم با سگ برابری میکنه و تو بعضی از موارد از سگا هم حتی قوی تره و همینم باعث میشه خوراکیایی که خودت هم ازشون خبر نداری اونا پیدا کنن و سراغشون برن. گوزنای نر هم هر سال اون شاخ قشنگشون رو جدا میکنن و دور میندازن و تازه‌شو در میارن. دندون آدما هم همین جوری بوده و هر سال میشد دور انداخت و تازه‌شو در آورد. هشتمی هم اینه که اسبا ایستاده میخوابن و نهمی هم خیلی عجیبه وزن زبون نهنگ آبیه که برابر با یه فیل بالغ که میشه چیزی حدود 7 الی 4 تن، یعنی 4 تا 206. و دهمی هم که از همه عجیب‌تره راجب شیر سلطان جنگله که میتونه چند تا همسر داشته باشه اما خانوماشون نمیتونن چند تا شوهر داشته باشن و 80% وظیفه شکار هم توی هر قبیله به عهده خانومای اون قبیله. مورد آخر تو رو یاد کسی ننداخت. اگه این پستو دوست داشتی حتما لایک کن و بهم بگو تا قسمت‌های بعدی سفر به جنگل رو هم برات درست کنم.